بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات علی رسول الله. بعد از اینکه الله متعال در سوره انعام از آفریدن انسان و از قدرت الله متعال بر این که دوباره او را بیافریند سخن گفت، بعد از آن الله تبارک و متعال از مخلوقات دیگر خود یعنی غیر از انسان سخن گفت و فرمود که الله شب را پوشاننده گردانید و روز را معیشت تا انسان در آن زندگی کند و زندگی خود را به پیش ببرد، زمین خود را کشت کند و گوسفندان خود را بچراند و به وظیفه خود مشغول و پیلوت در آسمان پرواز کند و ناخدا کشتی را به حرکت درآورند و از نور خورشید سود ببرند. بعد از آن الله فرمود و بنینا فوقکم سبعا شدادا، آسمان آفریدم که بالای آن آسمان دیگر است، چنانچه که در حدیث آمده میان هر آسمان فاصله 500 سال است، یعنی برای گذراندن این مسیر 500 سال نیاز است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا. بعد از آن کلام تعالی از خورشید سخن گفته با حرارت خود مخلوقات را گرم می‌سازد. خورشیدی که بر آن لباسهای خود را هموار میکند و در روشنایی آن راه میروند و خورشیدی که با آن الله متعال آب را از دریاها و نهرها بالا برده و تبخیر میکند، به همین واسطه ابرها را برای باران به وجود میآورد. خورشید منافع بزرگ دارد، بنابراین الله بر بندگانش منت نهاده میفرماید وجعلنا سراجا وهاجا، و خورشید را چراغ برای روشنایی داشتن ما درخشان ساختیم. بعد الله سبحانه و تعالی میفرماید و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، و از ابرها هنگامی که بارور شدن آب زیاد بر بندگان خود فرستادیم، آب فراوان را چرا نازل کردی ای پروردگارم؟ به خاطر منفعتتان. الله تعالی میفرماید لنخرج به حبا و نباتا، تا با وسیله آن دانه و گیاه را برآوردیم و سایر گیاهان مانند میوه‌جات و سبزیجات و گیاهایی که علفند تا حیوانات از آن بخورند تا بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند. لنخرج به حبا و نباتا، مانند این جنگلات بزرگ. و باز میفرماید و جنات الفافا، یعنی باغها و جنگلات و باغستانهایی را خلق کردیم که در آن درختان بسیار انبوه وجود دارد و گلهای انبوه که از کثرت و فزونی آن به هم دیگر خود پیچیدند. و جنات الفافا. و اینجاست که در این سوره سخن از آخرت آغاز می شود و الله می فرماید این یوم الفصل کان میقاتا، روز فصل همان روز داوری میان بندگان است و روز است که میان دشمنان در روز قیامت داوری میگردد. تو ظالمی، تو مظلومی، تو حق فلانی را به ناروا گرفته ای، تو در نیکویی به او با والدینت کوتاهی کرده ای، تو در حق همسایت کوتاهی کردی، تو در صله رحم کوتاهی کردی، تو در حق اولادت مقصری، تو در حق خانومت کوتاهی کردی، تو در حق شوهرت کوتاهی ورزیدی. این روز داوری است. روز داوری روز معینی است برای آنها، یعنی به وقت مشخص معین شده که تقدیم و تأخیر نمیگردد. روز داوری چه وقت است؟ یوم ینفخ فی الصور، هنگامی که سور دمیده شود. در این روز هیچ قرابت باقی نمیماند و نه هم از یکدیگر خود میپرسند. سور دوباره دمیده میشود. دمیدن اول دمیدن مرگ است و سور شاخی است که در آن دمیده می شود، مانند همان شاخ است که شما شاید بر سر قوچ دیده باشند. این شاخ پایین آن بزرگ و بالای آن تنگ است. این شاخ است که در آن دمیده می شود. هنگامی که سور اول دمیده می شود، تمام آنچه در آسمان ها و زمین است می میرند. این را دمیدن مرگ می نامند. بعد بار دوم وقت دمیده میشه، همه چیز زنده می گردد. میان هر دو دمیدن باران می بارد و اجساد کسانی را می رویاند که آنها در قبرهاند. تمامی اعضای بدن انسان از بین میره مگر عجب و ذنب، همانطوری که پیامبر فرموده و آن قسمت پایانی استخوان در کمر است، جایی که انسان دوباره از آن درست می شود. و هنگامی که دمیدن دوم میشه، مردمان از قبرهای خود بیرون می شوند. بنابراین الله تعالی می فرماید ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. بعد از این حوادث را یاد کرده فتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان شکافته میشه و آسمان به شکل‌های مختلف میآید و دروازه ها باز میگردند. و سیرت الجبال فكانت سرابا، کوههایی را که تو آن را بی حرکت میبینی چنان حرکت میکنند مانند